سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. باز دلاور پسر شیرعلی گل بازداشت دو راننده با رقمهای کروتای. یگان ادوکات پرونده شاکرجان حکیموف را به گردن نمیگیرد. بایدن نامزدیش را گرفت، اکنون با ترامپ اوباما یوبکه پوش نبرد خواهد کرد. میلیسیا دوست سیاحان در دوشنبه میلیسیای سیاحی تشکیل شد و اکنون تفصیلات خبرها. با گذشت اینک 10 روز از حبس شاکرجان حکیموف، حقوقشناس معروف و معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان، نزدیکانش طول نتوانستند برای حمایت از حقوق و منفعت‌های او یگان ادوکات بگیرند. یکی از دوستان شاکرجان حکیموف روز 22 ایول سال 2024 به پایگاه خبری بامداد گفت ادوکات‌ها اعتراف می‌کنند که از دخالت به پرونده‌های سیاسی می‌ترسند. نزدیکان شاکرجان حکیموف به چند ادوکات علیحده و کلیگی‌های ادوکات‌ها مراجعت کردند، ولی در همه جا به آنها جواب رد دادند و گفتند از بس که پرونده او سیاسی است، برای به دوش گرفتن پروندهش جرأت نمی‌کنند. گشت تقدیر رو ببینید که امروز یگان ادوکات تو برای حمایت از شاکرجان حکیموف که هم کسب خود آنهاست و همچون ادوکات در 10 پرونده های اساس اشتراک کرده است جرأت نمی کنند. گفت امصوبت بامداد. او افزود که هرچند در این مسئله چندان خوشبین نیست، ولی آنها تلاش ها را برای پیدا کردن یگان ادوکات مناسب و قوی برای حمایت از شاکرجان حکیموف ادامه خواهند داد. این دوست شاکرجان حکیموف که به دلیل های حساسیت مسئله به شرط ذکر نشدن نامش با بامداد صحبت کرده گفت نزدیکانش تا حال درباره بچه متهم شدن او یگان اطلاع ندارند، ولی افزود او سر و صداها درباره به پرونده غصب حکومت سید جعفر عثمانزاده ربط داشتن بازداشت شاکرجان نیز اساس ندارد. شاکرجان حکیموف روز 12 ایول سال 2024 برای بازپرسی به مقامات دعوت شد و دیگر برنگشت. او اینک 10 روز باز در سزای بازداشتگاه واقع در حدود محله 46 نویه فردوسی شهر دوشنبه نگاه داشته می شود. خبر بازداشت این حقوقدان و سیاستمدار مخالف وقتی معلوم شد که او در مراسم دفن مادرش اشتراک کرده نتوانست. همراهان حکیموف و مادر شاکرجان حکیموف روز 16 ایول در سن 86 وفات کرد و او را عصر همان روز در قبرستان شهر بادام نماز جنازه و دفن کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز بازداشت این حقوقشناس معروف و سیاستمدار مخالف را یگان نفس شرح ندادند و ابنامه رسمی ضد او اعلان نشده نیز تا کنون در یگان جا نشر نشده است. ولی اخیراً سازمان‌های عمده مخالفین حکومت و چند تن از مخالفان سرشناس تاجیک که در خارج و اساساً در اروپا فعالیت دارند، بازداشت شاکرجان حکیموف را همچون باز یک علامت دیگری برجسته سرکوب دیگراندیشی سیاسی در تاجیکستان به شدت محکوم و آزادی او را از مقامات دوشنبه طلب کردند. پرزیدنت امریکا جو بایدن روز 21 ایول سال 2024 بالاخره به دعوت‌ها گوش داد و 4 ماه پیش از انتخابات جدید ریاست جمهوری از ادامه مبارزه با دونالد ترامپ برای باز 4 سال دیگر ریاست برابر قدرت اعظم بزرگ دنیا دست کشید. بایدن 81 ساله تا یک ماه آخر بخصوص در پی بر ترامپ باختن نخستین بحث انتخاباتی و در معذر آن پرزیدنت پوتین نام بردن پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از جانب همزبانش تحت فشار شدید قرار داشت. همسنگران به تاوان بایدن برای پیروزی بر ترامپ در انتخابات ماه نوامبر شبهه پیدا کردند. بایدن در آغاز از پس کشیدن نامزدیش سرکشی کرد، ولی وضع او را گرفتاری به کرونا ویروس خراب کرد، چون که بایدن در عین اوج کارزار انتخاباتیش مجبور شد که معرکه انتخاباتی را قطع کرده خود را تا تبابت ویروسش در انزوا قرار بدهد. بایدن روز 21 ایول در اظهاراتش در شبکه ایکس یا توییتر نوشت که خدمت به مردم امریکا باعث پرزیدنت برایش شرف بزرگ است و او میخواست که در انتخابات اشتراک کند، ولی به خاطر منفعت‌های حزب دموکرات و کشور باید از اشتراک در معرکت دست بکشد، ولی تا پایان دوره ریاستش در مقام میماند. مهلت پرزیدنتی بایدن ماه ژانویه سال 2025 به پایان میرسد. این تصمیم بایدن به سابقه برجسته سیاسی او نقطه تمد میگذارد. او 8 سال در دوران باراک اوباما نایب پرزیدنت بود و سال 2020 در انتخابات ترامپ را شکست داد
4 سال پرزیدنتی بایدن با رشد اقتصادی امریکا، بازگشت امریکا به محور سیاسی بین المللی و پشتیبانیش از مقابلت اوکراین به جنگ روسیه و در این زمان به داغ شدن مسئله مهاجرت در امریکا در یاد میماند. بایدن در اظهاراتش به نایب پرزیدنت کامالا هاریس اظهار سپاس کرد. او را همکار فوق‌العاده نامید. کامالا هاریس دختر مهاجران و پرکرور سابق کالیفرنیا که او را باراک اوباما یوبکپوش نیز مینامند، اکنون به نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر تبدیل می‌یابد. انجمن جمهوری‌خواهان علیه ترامپ را همچون نامزد نهایی این حزب تصدیق کرده است. انجمن حزب دموکرات‌ها یک ماه بعد از 19 تا 22 آگوست در چیکاگو دایر می‌شود. نامزد اساسی دموکرات‌ها کامالا هاریس است، ولی چند داوطلب دیگر از جمله والیان ایالت‌های کالیفرنیا، میچیگان و ایلینویس، گیوین نیوس، گریچن ویتمر و جی بریتکر و باز چند تن دیگر نیز میتوانند به هاریس در این راه هنوز رقابت نشان بدهند. کامالا هاریس در تاریخ ایالت کالیفرنیا نخستین زن سیاه‌پوستی است که دادستان حوزه و دادستان کل این ایالت انتخاب شد. او همچنین نخستین وکیل هنتبار سنات از کالیفرنیا، نخستین نایب پرزیدنت امریکا از بین زنان سیاه‌پوستان و هنتباران بوده. اینک میتواند در صورت تصدیق نامزدیش نخستین نامزد به پرزیدنتی امریکا از میان زنان سیاه‌پوستان و هنتباران و در صورت پیروزیش بر ترامپ نخستین پرزیدنت امریکا از بین این طایفه اهالی ایالات متحده امریکا شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 ایول سال 2024 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که از جانب کارمندان بازرسی راننده واسطه نقلیات تمغه تویوتا لند کروزر رقم‌های قید دولتیش 1000 VP01 شیرالی زاده دلاور شیرالی سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه بازداشت کرده شد. دلاور شیرالی زاده بنا به اطلاع دریافتی پسر سابق وزیر انرژتیک و صنعت و قدوی پرزیدنت تاجیکستان شیرالی گل بوده در گذشته نیز چندین بار برای قانون شکنی‌هایش جریمه و حبس مأموری شده. در سال 2018 برای لطکوب یک کارمند میلیشیا حتی محکوم به زندان شده بود. خود دلاور شیرالی زاده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع میلیشیا پایتخت تاجیکستان ضمن سنجش معین گردید که نامبرده در برابر نصب تجهیزات مخصوص روشن‌دهنده یا میگالکا همزمان آینه پیش واسطه نقلیات خود را یک لخت با پلیونکه سیاه روی پوش نموده است. نسبت نامبرده طبق طلبات ماده 330 و 316 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. به دلاور شیرالی زاده بر اساس ماده 316 برای خودسرانه در ماشینش نصب کردن تجهیزات مخصوص صدادهنده و روشندهنده جریمه به اندازه تا 5 نشاندهنده برای صبح‌ها تا 360 سومونی و برای سیاه کردن شیشه های ماشینش جریمه به اندازه تا 150 نشاندهنده برای صبح‌ها از 10800 سومونی یا قریب $1000 تهدید می‌کند. همزمان بنا به اطلاع مرکز مطبوعات میلیشیا دوشنبه ضمن کاربری از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که غفورов اکبرجان راننده واسطه نقلیات تمغه تویوتا کامری رقم قید دولتیش 0101 QM01 نیز در автомاشین خود تجهیزات مخصوص صدادهنده نصب کرده است. نسبت به او نیز در اساس ماده 316 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده حالت حقوق ویرانکنی برطرف کرده شد. به او تا 360 سومونی جریمه تهدید میکند. نام دلاور گلوف پسر شیرالی گل از همسر دویمش مرینسا سنگلی و خواهر وکیل سابق پارلمان سعادت امیرشاه و بار اول نیست که در رابطه با ماجراهای گوناگون و اعمال جناییش رسانه‌ای می شود. در سال 2015 دلاور گلوف برای بدون اجازتنامه راندن ماشین 36 5000 سومونی جریمه بسته ماه آگوست همان سال با جرم میدوباشی 10 روز حبس کردند. ماه اکتبر سال 2017 نام دلاور گلوف در رابطه با یک زنوزنی در حضور ستاره‌های استرادا و لطکوب آوازخوان استان عزیز رسانه‌ای شد. همین طور دلاور گلوف صبح بر وقت 2 مارس سال 2018 در پی یک زنوزنی در طربخانه گالاکسی در نزد تئاتر اپرا و بالت در مرکز دوشنبه همراه شفر خواهرش دلشاد نورالی زاده و 11 تن دیگر بازداشت شدند. دلاور گلوف به 5 روز حبس مأموری محکوم شد و ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در سامانش عکس‌های او و شریکانش را در حالت نشر کرد که در روزهای حبس در حوله بازداشتگاه مشغول روبوچین و پابل کردن زمین بودند.
گلوف رو روز 14 مارت از بازداشت جواب دادند و لکه روز 17 مارت برای باز هم بدون اجازتنامه سیاه کردن شیشه‌های پیش ماشینش بازداشت و جریمه کردند. چند قضیه به دست میلیسه افتادن دلاور گلوف پسر قدوی پرزیدنت شیرعلی گل در جامعه مسئله رفتار فرزندان منصبداران بلندپایه در تاجیکستان را داغ کرد. بسیاری ها نوشتند که این فرزندان در هوای دولت و ثروت والدان پرنفوذ خود سرمست شده و از خود رفتند. به عقیده بسیاری ها این به اصطلاح فرزندان طلایی با چنین رفتار بیخودانه و به مسئولیتشان نه فقط والدان خود بلکه حکومت و رئیس جمهور امامعلی رحمان را در چشم مردم بدنام می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 ایول سال 2024 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که با دستور شهردار دوشنبه رستم امامعلی در پایتخت تاجیکستان شوبچه میلیسای سیاحی تشکیل گردیده برای سیاحان رقم مخصوص 0200 تأسیس دادند. مرکز مطبوعات میلیسای دوشنبه گفت شوبچه میلیسای سیاحی در ساختار مقامات میلیسای پایتخت با مقصد رسانیدن کمک‌های حقوقی، راهبلدی و تأمین بی‌خطری سیاحان تشکیل کرده شده است. اکنون سیاحان داخلی و خارجی هنگام به دلخواه مشکلی دچار گردیدن می‌توانند توسط رقم‌های 0200 بواسطه به میلیسای سیاحی پایتخت در تماس شوند. گفته می‌شود در اطلاعیه قبلا چنین شعبه‌های میلیسای سیاحی در چند واحد دیگر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جمله در ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان که این ولایت مختار واقع در شرق جمهوری یکی از سمت‌های عمده سفر سیاحان خارجی به شمار می‌رود تشکیل کرده شدند. در دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز اینک چند سال باز یک ریاست علاحده اکولوژی و سیاحی فعالیت دارند. تشکیل واحد میلیسای سیاحی در ساختار میلیسای جمهوری در حالی است که حکومت تاجیکستان عزم دارد تا سیاحی را به یک منبع عمده درآمد کشور تبدیل دهد. در گذشته سیاحان خارجی زیاد شکایت می‌کردند که کارمندان میلیسا و دیگر نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با هر بهانه از آنها پول می‌کنند. سیاحان حتی از کارمندان میلیسا در پایتخت تاجیکستان شکایت می‌کردند که امکان دیدن در مرکز پایتخت تا هیکل اسماعیل سامونی را انشاءات استراتژیکی خوانده برای عکس گرفتن در پای هیکل سامونی و دیگر بناها از سیاحان پول می‌کندند. در پاسخ به این شکایت‌ها پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک سخنرانیش هر نوع بدرفتاری نسبت به سیاحان را که میهمان جمهوری میشوند هموزن خیانت به وطن نامید و طلب کرد که افرادی که به چنین قانون شکنی را میدهند شدیداً جزا داده شوند. در پی این شکایت‌ها در مورد بدرفتاری میلیسای تاجیک نسبت به سیاحان خارجی تقریباً از بین رفت و چند سال باز به گوش نمی‌رسد. مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت 20-21 ایول سال 2024 در جمهوری 3 نفر از جمله 2 کودک در آب غرق شده جان خود را از دست دادند. یک طفل دیگر را توانستند از مرگ نجات دهند. از جمله 20 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 2:55 ساکن 2 ساله دهه توگرک نویه واسه ولایت ختلان که به نظارت پدر و مادر مانده از اولی بیرون شده و در کانال آب دهه سرازیر شده است. والدانش از حادثه به زودی آگاه شده کودک را از آب بیرون آوردند و به بیمارستان بردند. خوشبختانه طبیبان توانستند جان او را از مرگ نجات دهند. حادثه دوم نیز در دهه توگرک رخ داده است و باز هم طفلک غرق آب شده است و این بار حادثه فاجعه بار انجام یافت. تقریبا ساعت 13:30 یک کودک 2 ساله از بینظارتی والدان در حفظ رزینی حوله افتاده و به هلاکت رسیده است. همان روز 20 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 13:00 یک ساکن 12 ساله شهر دوشنبه هنگام آببازی در دریای قره‌طاغ در حدود دهه عرش جماعت دیهات قره‌طاغ در کنار شهر ترسانزاده غرق شده است. پدرش کوشش کرده است که او را نجات دهد اما نتوانسته است. جستجوی جسد تا حال ادامه دارد. و 21 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 15:00 یک ساکن 27 ساله دهه فداکار جماعت دیهات تاجیک‌آباد نویه وخش ولایت ختلان هنگام آببازی در دریای وخش در کنار دهه سر حفظ جماعت دیهات بختاریان نویه کوشانی غرق شده است. نجات دهندگان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان
جسد او را 3 کیلومتر پایینتر از جای حادثه پیدا کرده از آب بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. و شب 20 ایول سال 2024 تخمین ساعت 23:45 دقیقه به قسم نوبداری کمیته خبر رسید که در ساحل دریای زرافشان یک جسد به چشم می رسد. نجات دهندگان منطقه زرافشان به جای حادثه دهه ریورز جماعت دیهات اورمیتان نویه عینی روان شدند. جسد را از آب بیرون آوردند و برای تشخیص به کارمندان مقامات حفظ حقوق سپردند. معلوم شد که مرحوم یک ساکن دهه رز نویه عینی بوده 13 سال داشته است. او بیشتر از یک ماه ناپدید شده بود. کمیته با اظهار تسلیت و همدردی به پیوندان هلاک شدگان بار دیگر به اهالی مراجعت نموده خاطررسانی میکند که آببازی در دریاهای کشور ممنوع است. مخصوصا والدان باید فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند و حیات آنها را زیر خطر نگذارند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 19 و 21 ایول سال 2024 در 3 صدمه در راههای جمهوری 3 نفر از جمله یک دخترچه نابالغ 9 ساله جان باختند. از جمله روز 19 ایول سال 2024 تخمین ساعت 17:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوز شریپوف صدرالدین سال تولدش 1999 ساکن نویه تاجیک‌آباد هنگام حرکت در روی کوهی نوهموار جماعت دیهات نوروز نویه لخش از عهده اداره واسطه نقلات نبرآمده است و ماشینش به شقاری 14 متر چپه شده آتش گرفته است. در نتیجه راننده شریپوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته. مسافر او شریپوف عمرعلی سال تولدش 1971 ساکن نویه لخش قسمت زیاد بدنش سوخته است. او را در حالت وزنین در بیمارخانه بستری کردند ولی شریپوف عمرعلی در بیمارستان جان داده است. همین طور روز 21 ایول سال 2024 تخمین ساعت 15:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا تقای فخرالدین سال تولدش 1982 ساکن نویه دنغره در روی اتومبیلگردی حدود دهه هلال نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلات نبرآمده پیادهگرد نابالغ میرزازاده معوش امریدین سال تولدش 2015 ساکن نویه مذکور را پخش کرده است. در نتیجه دخترچه در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بازم روز 21 ایول سال 2024 تخمین ساعت 13:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کامری کولیف نوزم جان سال تولدش 1997 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در حدود جماعت دیهات چست نویه شهر نو از عهده اداره واسطه نقلات نبرآمده پیادهگردان قربان و صدفای سال تولدش 1972 و دخترش سید و سومن سال تولدش 2002 ساکنان نویه شهر نو را پخش نموده است. در نتیجه قربان و صدفای جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و دختر او سید و سومن با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. اوج بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.